این که خوش کنکور نمونید، فقط انتخاب رشته کنید و برید، چون که شرایط کنکور هر سال داره سخت‌تر میشه. الان سال بعد تا الان این قانونه که نهایی ها هم 12 هست هم 6 درس 11 قطعی میاد، یعنی چیزی که تا الان تصویب شده. بعد 60% نهایی، 40% هم کنکور. باز به خودتون ربط داره چیکار میکنید، ولی خب نمونید. از طرفی به خاطر اون جنگی که شدش که تعداد خیلی زیادی ما جانباز یا شهید داشتیم، اونا هم توی رتبه ها و انتخابا دانشگاه خیلی تصمیم داره برای بعضیا. همینطوریش که جانباز سهمیه جانبازی ها خیلی توی بازار کنکور ایران تاثیر داشت، حالا اینم دوباره بهش اضافه میشه.